بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه اهالی محترم روسته حاجیگل ارزلو. ضمن عرض قبولی طاعات عبادات همه اهالی محترم روسته حاجیگل ارزلو، امروز 11 فروردین 1404 در حسینیه قمر بنی هاشمی روسته حاجیگل ارزلو در خدمت جناب آقای میثم کوپایی و جناب آقای افشین کوپایی حضور داریم. بنابر پیشنهادات ریشسفیدان و معتمدان و بزرگان محل و همچنین جوانان غیور روسته حاجیگل ارزلو، بنابراین شد که صندوق نیکوکاری در روسته حاجیگل ارزلو تأسیس بشود. لذا با همکاری این بزرگوار عزیز و همه شما عزیزان، ما امروز در خدمت برادران کوپایی هستیم تا از چند و چون این صندوق نیکوکاری بخبر شویم. آقای کوپایی سلام علیکم. آقای افشین کوپایی سلام علیکم. در خدمت شما هستیم. این سوالاتی که دوستان مطرح کردن در مورد این صندوق تا بدونن که علت تشکیل این صندوق در روسته حاجیگل ارزلو برای همه اهالی انشالله به صورت تعریف شده قرار بگیره. اولین سوال این که چه چیزی باعث شده که به فکر تأسیس صندوق نیکوکاری بیفتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت شما و تمامی بینندگان و تبریک سال نو و عید فطر. ما با توجه به مشکلات معیشتی که گریبانگیر همه جامعه هستش و یه عده بیشتر تحت فشارن و طی درخواستی که چند تا از اهالی از ما داشتن، به این نتیجه رسیدیم که یه صندوقی رو تأسیس کنیم که در گام اول خدا رو شکر با واریزی 50 میلیون تومان به نیت مرحومه حاجی خانم فاطمه درزی افتتاح می‌گردیم. خدا بخواد در گام‌های بعدی امیدواریم اهالی با واریز هدایاشون به کمک ما بیاین که انشالله کارهای ما با شکوه‌تر انجام بشه. بله، پس بسیار عالی. ما برای شروع این صندوق مبلغ واریزی ما 50 میلیون تومان، یعنی الان فعلا اندوخته این صندوق می باشد که ما با همین 50 میلیون تومان کار نیکوکاری در روستا رو انشالله میتونیم آغاز کنیم. سوال دوم آقای کوپایی، اینجا مطرحه که آیا این صندوق صرفاً برای اهالی محل یا بیرون محل هم میتوانند خدمات از این صندوق رو بهره مند بشن؟ آیا ما میتونیم مثلا یک کسی که بیرون از این روستا، 2 تا روستا اونورتر، 3 تا روستا اونورتر، یه شهر، یا از طریق همین اهالی محل سفارش بشن که آقا ما اینو میشناسیم در وضعیت بدی قرار داره، آیا میتونی از این صندوق کمک مالی بگیری یا نه؟ این صندوق مختص به نیازمندان محل می باشد، کما اینکه خیری جز اهالی نباشد و بخواهد کمک مالی چشمگیری داشته باشد. بله. درخواست ایشان مبنی بر کمک به شخص خاصی اقدام خواهد شد. بله، بسیار عالی. یعنی اگر مثلا من ساکن محل نباشم، یک مبلغ 100 میلیون تومان به این صندوق کمک کنم و آیا میتونم از شما بخوام که شخصی رو که من به عنوان کسی که میشناسم وضعیت مالی خوبی نداره، میشه به این صندوق از طریق این صندوق کمک بگیریم یا نه؟ چون ما در گام اول نقدینگیمون کم هستش که فعلا باید بیایم تو محل خودمون معطوف بشیم. نقدینگیمون بیشتر بشه، انشالله کارهای بزرگتری انجام بشه. یک سوالی که خیلی از دوستان قبل از اینکه ما بیایم این جلسه رو شروع کنیم برای ما به صورت پیامک ارسال کردن، چون ما اطلاع رسانی کرده بودیم در مورد وضعیت این صندوق. این فعالیت صندوق در چه حوزه هایی خواهد بود؟ ما والا در چند حوزه میخوایم فعالیت کنیم. بعضی حوزه ها ما خورده، بعضی حوزه هدفهای بسیار بزرگی داریم. 2 تا هدف بسیار بزرگ داریم که خدا بخواد اون 2 تا هدف رو فعلا اعلام نمی کنیم چون نقدینگی زیادی میخواد. ولی هدفهای خورده ما مثلا ما عید قربان میشه دلمون برای نفراتی که نیازمند هستن واقعا میتابه و گوسفند ذبح میکنیم برای خونه خودمون، اینو واسه نیازمندان هم تیکه میکنیم و جدا میکنیم. اگه خدا بخواد خیلی دوست داریم که همین قربانی که در پیش داریم در آینده نزدیک بسیار عالی یه گوسفندی خریداری کنیم و اونو ذبح کنیم، خدا بخواد تیکه کنیم و بین کسانی که میشناسیم
بله داخل محل هستن، برای اینا به صورت بعد کمک مالی به افرادی که توان جسمی ندارن. حالا نمیدونم اسم میتونم ببرم یا نه، مثلا خوشایند قشنگ نه اسم نبرک. خرید وسایل پزشکی برای محل ما آقای خدا بیامرزه آقای رضا کوپایی رو، آقای پنجلی کوپایی 35 میلیون وسایل از تخت و اکسیژن و این مسائل رو برد هلال احمر تحویل داد. ما اگه یک سال نیمی که پیشی که فکرش بودیم اگه این کار رو انجام میدادیم، الان 35 میلیون از چی تجهیزات در محل ما بود. ما یه انباری خدا بخواد میخوام بگیریم، این تجهیزات رو داخلش قرار بدیم و کسی احتیاج خدای نکنه خدای ان شاءالله برای کسی اتفاق نیفته این حوادث، ولی وسایل رو داشته باشیم. یا حتی نوار قلب ما اگه خدا خواست این دستگاهش تهیه کنیم به درمانگاه تحویل بدیم. این وسایلی هستش که به درد اهالی میخوره. یکی دیگه از کارهایی که میخوایم انجام بدیم وام قرض الحسنه هستش، بدون حساب برای افرادی که بی‌بضاعت هستن. خدا بخواد حسابی در صندوق محل ایجاد میشود و از کارکرد حساب ما افرادی که نیازمند هستن به بانک معرفی میشوند. دلیلش هم اینه که من موردی داشتم، فردی از تو محلمون دست بچه شکسته بود، برای 2 میلیون پول برای بنده زنگ زد که من پول میخوام، کمک مالی میخوام. و یا یه بنده خدایی بود برای 5 میلیون وام برای من زنگ زده بود که آقای جایی داری من 5 میلیون وام بگیرم. فعلا وامای خرد رو انشالله بتونیم این مشکلات افرادی که دارن رو برطرف کنیم. بله بسیار عالی. یکی از دیگر از کارامون تأسیس کارگاه برای خانمایی که سرپرست خانوار ندارند یا نیازمند میباشند، سرپرست دارن نیازمند میباشند. این یک کارگاهی در نظر داریم ایجاد کنیم و یکی از اهدافی هستش که به منابع مالی بیشتری احتیاج داره. انشالله این کار رو خیلی دو برنامه‌مون هست که انجام بدیم. بله بسیار عالی. من یک سوالی که شخصا برای خودم پیش اومده اینه که آیا شما برای صندوق شماره حسابی معرفی کردین یا نه؟ شماره حساب صندوق رو باید به افراد اهالی ارائه بدیم که خدا بخواد تو این حساب صندوق، چون ما همه کارامون اگه بخوام کسی رو وام، خودتون بانکی هستین، کارهای انجام وام اینا اگه بخواد بانک بریم حساب باز کنیم خیلی سخت میشه. اساسنامه میخواد. اگه میخوای بری بانک حساب باز کنی اساسنامه میخواد. کار سخته. بعد ضامنای بیشتری میخواد. بعد ثبت هم باید بشه. اینجا میشه با تعامل بیشتر. خب پس ما همین صندوق قرض الحسنه ما هشتم محل یه شماره حساب خدمت اهالی ارائه میدیم که کمک‌های نیکوکارانه خودشون رو میتونن حالا به صورت ماهانه، به صورت سالانه، به صورت هفتگی میتونن به این صندوق، به این شماره حساب واریز کنن. به هیچ کس نمیخوایم هیچ زوری باشد. نه هیچ. ما در ساخت حسینی آره میگفتیم آقا حتما خواهش داشتیم که واریز کنه، ولی اینجا هر کسی دوست داره، هر کسی دوست داشت تو این حساب تو این کار خیر شرکت کنه واسه دل خودش، حال دلش به نظرم خوب بشه، در خدمت شماست. بله بسیار عالی. خیلی ممنون از حضور شما و اینکه به تمام سوالای ما پاسخ دادین. انشاءالله در کنار هم، با کمک هم، با اتحاد هم بتونیم این صندوق رو جلو ببریم و بتونیم کارهای خیر انجام بدیم با کمک اهالی و اون کسانی که در محل ما در چنین روزی، در روزهای عید قربان مخصوصا، در زمان عروسی، در زمان خدای نکرده مجلس ختم و یا هر نوع مشکل پزشکی برای اهالی انشالله که پیش نیاد، اگرم پیش اومده ما بتونیم با کمک این صندوق مشکلات اهالی محل رو حل کنیم. اول توکل بر خدا و توسل بر 14 معصوم انشالله پیش میبریم. خیلی ممنونم از حضور شما، تقدیر تشکر میکنیم. انشالله که موفق و پیروز باشید. بفرمایید. اولا اینکه بازم تشکر میکنم از شما که همه جا ما حتی این حسینی هم که ساختیم، این گروه واتساپی که ایجاد کرده بودین خیلی نقش داشت. یه صدا سیمای فکر کنم محلی ما داشتیم دیگه، به مهمترین چیز تلویزیون محلی خیلی برای ما به کمک ما اومد. از شما ممنونم. خدا مادر محترمتون بیامرزه. زنده باشید. ما یه آخر صحبت هم اینه که ما یه لوگویی هم برای این کار طراحی کردیم. بله. لوگوش حالا ما میخواین بهتون از دور میخواین بله.
اینم لوگوی این لوگویی هستش که اولیه صندوق. ببین نمونهشه. این عکسارم به خاطر اینکه تو حسینی هم کمک کرده بودن از اون عکسا شاید یکی بگه آقا چرا این عکسا هستش. این لوگو هستش. این وقتی هر کسی بده خود به خود میخوایم هر مثلا مبالغی که دادن عکساشون توی این ثبت بشه. حالا این عکس رو میاد اینا که مثلا اگه تعدادشون زیادتر بشن لوگو بزرگتر میشه. این حالت به ترتیب میره بالا دیگه. و در همین اول کارم ما یه تابلوی برای صندوق نیکوکاری ما درست کردیم که این تابلو رو آقای گللی که آقای افشین کوپایی به نیت فرزند مرحومشون آقای محمد حسین کوپایی اهدا نمودن که ما هزینه اولیه نداشته باشیم و خانم مرحومه حاجی خانم فاطمه درزی هم که 50 میلیون اولیه کمک کردن. این لوگومون هم دو نفری هستن که اولیه تو این ثبت شدن. ولی اینم بگم ما هنوز محلی‌ها هیچ کس اینو مطرح نکردیم. بار پیش شما داریم مطرح می‌کنیم. به عنوان اولین خبر رسانه‌ای داریم در رسانه محل اطلاع رسانی می‌کنیم. 6 نفر دور و بر ما بدون اصلا هیچ کس و شاید که بگه آقا چرا ما رو نگفتیم. ما هم اولین چون ایدهشون هم خانواده آقای مظفر کوپایی دوست داشتن این کار رو. ایدهشون از ایشون بودش. حالا بیشترش ایشون بودش. ما بالاخره هنوز بیرون اطلاع رسانی نکردیم. بله انشالله با پخش این فیلم و اطلاع رسانی بیشتر به صورت هفتگی و ماهانه بتونیم این صندوق رو در بین محل و اهالی محل انشالله که اطلاع رسانی قوی تری بشه و بتونیم با کمک شما اهالی محترم به اهداف این صندوق روز به روز نزدیکتر بشیم تا بتونیم محلی آباد و بدون حتی یک نفر از این که محلی ما در کوچکترین مشکلی گیر افتاده باشه. ما هدفمون این هستش که ماهی دست افرادی که نیازمند هستن ندیم، ماهیگیری رو بهشون یاد بدیم. از اینکه اینا کارهایی که میخوایم بکنیم هدف اصول ما روی مبنا هستش. انشالله این انجام بشه و آخرین صحبت هم این هستش که خدایا چنین کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. انشالله. بر محمد و آل محمد صلوات. عوامل پشت صحنه آقای میثم کوپایی گلیمور، آقای سهیل کوپایی صداوردار و این حقیر هم در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت اهالی محترم روستای حاجیگل ارزلو. همونطور که این کلیپ در مورد صندوق نیکوکاری تهیه کردیم و برای شما پخش کردیم در خدمت آقای کوپایی و آقای میثم کوپایی و آقای افشین کوپایی بودیم. من از اینجا به صورت محلی میخوام با شما صحبت کنم. اینکه بچه محلای عزیز، پدر بزرگاه، مادر بزرگاه، پدران، مادران، جوانان، برادرون، خواهران، این صندوق آینده محل تضمین کرده. صندوقی که با 50 میلیون تومان موجودی شروع کرده، ما اهداف بلندتری داریم. خیلی کارا باید به این صندوق بکنیم. ما چشمانداز باید 50 ساله داریم برای این صندوق. انشالله با کمک هم، با کمک شما ما بتونیم به اهداف کوچکتر این صندوق فعلا برسیم تا بتونیم با کمک شما و همفکری شما بتونیم این صندوق رو روزی بزرگ و حتی به صورت شهرستانی و استانی به مردم ارائه بدیم. انشالله. بر محمد و آل محمد صلوات.